سر 4 پای هستم. بیشی خراب هستم، بیشی حالتم خرابه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، الحمدلله بسته های مواد غذایی به خانواده‌ای که اینا قبلا سروی شدن، نیازمند هستن و مطمئنن اینا مستحق هستن به اینا داده میشه. بیاین در این پروسه خیر سهم بگیرین. محدودیت نداره، بر اندازه که شما استطاعت و توانایی دارین. فکر کنین از 1000 افغانی شروع که یک بشکه روغن 10 لیتره میشه تقریبا. تا هر اندازه که شما استطاعت و توانایی دارین در این امر خیر سهم بگیرین. مرحله اول کاری ما جابجا ساختن مواد غذایی بود که ما این کارا کردیم. مرحله بعدی اسما را ما میخوانیم، به اساس اون اسم خواهرها و برادرای ما داخل میشن، مواد خودانه بعد اسم میارن. فراموش نکنین که ما یک پل ارتباطی فقط میان شما این نیازمندا هستیم. در قسمت اخیر این کلیپ شما این کار مشاهده میکنید. میشه مشکلات اقتصادی تا نبگوین؟ کار استقفات ما خراب است، اینطور حالتم است. سر 4 پای هستم. بیشی خراب هستم، بیشی حالتم خرابه. چند نفر هستین در فامیل؟ 7 نفر. تنها خودتان هستین؟ کارم نمیکنیم، بیکار هستیم. یک تنخواه داریم، 4000 روپیه کرایه خانه میتیم. یک 12000 روپیه هم کم کردین از این تنخواه. خدا مشکل شما را حل کنه. پدر بزرگوار مشکلاتان علمتال حل کنه، بخیر استفاده کنه. چند نفر هستین در فامیل؟ کی سرپرست خانواده تان؟ سرپرست خودم هستم. چند نفر هستین در خانه؟ 12 نفر. 12 نفر هستین. روزانه بس چند عاید دارین؟ میشه مشکلاتتان حل؟ نه مشکلات که بچه ها که سامیدی یک دم کراچی دستی میروان ویگای بعد ویگا پیدا میکنن 50-60 روپیه بعد ویگا نمیکنن. خدا مشکلتان حل. و قربان دشم بچه می دونه مشکلات لرو د غم نم د پتنې نه د شرمون نم د الله وساتي د سقوپېږي الهی امین. او د کرای کور ده او دغه سیبیلونه دي، دغه سیکراګان دي، مشکلات هم دي، د دنیا مشکلات ډېر لرو. قربان دي شم بچه مې څوک کار کوي بیا په او کور کې؟ شکر ده په دې سات باندې ډېر شکر ده. کونډه ښځه یم، بچه مې دی، لمسی مې دي، نونه مې دي کور باندې. ښه نو څه وکړو؟ مشکلات دغه دي. نو بچه ډنډې زرین ګرځوي، ډنډې نه او ډنډه باندې ګرځوي. قربان دي شم بچه. الله متعال ستا مشکلات حل کړي. مننه له تاسو څخه. ابای دې نظر شي. یک بچه که کلارم کار میکنه دیگه کاری که 11 سال هستیم. خب با خانه از خودتان است؟ نه خانه نیست، کرایه ششتیم. کرایه ششتین. بخیر استفاده کنیم مادر جان. خب دوستان عزیز، این بود برنامه امروز ما در ولایت زیبای کابل و شما حتما در امر خیر سهم بگیرین. این کار را مشاهده میکنین. ما نه تنها در کابل بلکه در اکثریت از ولایت افغانستان برنامه داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.